غفرانک. وقتی از بیت الخلا بیرون میای، قضای حاجت رفتی بیرون میای، باید بگی غفرانک، خدایا مغفرتت شامل حالم بگردان که چند لحظه در بیت الخلا نتونستم یاد تو بکنم، ذکر تو بکنم. اونجا جایی نبود که من به خاطر همین چند لحظه من معذرت میخوام، طلب عفو میکنم. دوام ذکر خدا مایه حیاته، مایه نجاته، مایه آرامشه، مایه صفا و صمیمیته، مایه عدالت و دادگریه. کسی که بیاد خداست دیگه قاتل نمیشه، مجرم نمیشه، آدم کش نمیشه، شیطان برش مسلط نمیشه که اون مسائل جرم و جنایت رو انجام بده. امروز جناب دکتر عبدالباسط خطیبی زاده چون بحث سلامت میکرد داخل 3 عنوان همایش در این جلسه امروز بود: عبادت، سلامت، مودت. عنوان همایش عبادتش آقای افراز بحث میکرد، سلامتش آقای دکتر بحث میکرد و مودتش هم داده بودم به خدمت گزارشون. خیلی جالب میگفت که اصلا آمار و ارقام که گرفته شده تو انواع بیماری ها تو رمضان، بعضی ها 80%، بعضی 70%، بعضی 40%، بعضی 50%، همه امراض کاهش پیدا میکنه و مراجعه به دکتر کم میشه. اما تو بحث مسائل جنایی و جرم و جنایت اصلا تو ایران خودمون در ماه رمضان اونقدر کاهش پیدا میکنه. تو به دادگاه ها مراجعه بکن، به مسائل مراجعه بکن، خیلی کاهش پیدا میکنه. حالا این کاهش تو اگر که تأمین بدید، جهانیش بکنید، بین 1,400,000,000 نفر، سبحان الله، نسبت این کاهش جرم و جنایت تو این ماه خیر و برکت و ماه عبادت و ماه سلامت و ماه محبت و ماه خیرخواهی و ماه گذشت و ماه مهربانی، اگر رمضان نشانه دوستی خدا نباشد چی میتواند باشد؟ و خداوند با این وسیله محبت و دوستی خودش ثابت کرده و بعد به ما هم گفته من با رمضان شما را رحم میکنم، مغفرت میکنم، نجاتتون میدم، شما هم با رمضان به یاد من باشی و همدیگر را نجات بدید و همدیگر را با رمضان دوست بدارید و با برکت رمضان دور هم در عبادت جمع بشید، بر سفره من جمع بشید. القرآن و معدومت الله علی الارض، قرآن سفره خداوندی است که گسترده شده بر روی زمین. کسی هست که سر این سفره بنشینه؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. پنجمین عامل انشراح صدر، الم نشرح لک صدرک، دوام ذکر و یاد خداست. لا یزال لسانک رطبا بذکر الله، نگذار که زبانت خشک بشود از یاد خدا. همیشه این حدیثه، همیشه میگه تلاش کن که زبانت خیس باشه، مرطوب باشه با ذکر و یاد خدا. و وقتی ذکری زبان عادت کرد، کم کم به اینجا کشانده میشه، کم کم به پایین کشانده میشه. گرچه یکی از علما میگه 20 سال با خودم جهاد کردم تا تونستم این لا اله الا الله از زبان به دل ببرم که یک وجب بیشتر فاصله نداره، یک وجب بیشتر نیست. 20 سال طول کشید تا تونستم بکشمش پایین، اونجا استقرارش بدم. اول با زبان تمرین بکنید، بعد کم کم دلم چه همگام و دیگه اگه میخوای غذا بخوری نمیتونی بدون بسم الله بخوری، دیگه اگه میخوای بخوری نمیتونی. به بچه هات هم بگو که اینا ذکرها و اذکار این برنامه هاست که اگه یه وقتی یادت رفت بچه‌ت میگه بابا بسم الله نگفتی یا سر سفره است. شده یا نشده؟ این زمینه رو فراهم بکنید. اما ششمین عامل انشراح صدر چیه؟ اون از عبادتش، اون از توبهش، اون از توحیدش، اون از علمش،
ششمین عاملش به نظر شما چیه؟ ابن القیم در کتاب زاد المعاد میگه که رحمت الله علیه ششمین سبب انشراح صدر، به عربیش میخونم که خیلی لذت بخشه، الاحسان الی الخلق و نفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن و انواع الاحسان. سبحان الله. میگه ششمین عامل انشراح صدر احسان و نیکی کردن به خلق خداست. پیامبر صلی الله علیه و سلم ازش سوال کردن که بهترین بندگان خدا چه کسی است؟ میدونی جواب چی داد؟ نگو کسی که نماز میکنه، روزی میگیره، نماز شب میکنه، فلان میکنه فلان میکنه. گفت انفعهم للناس. سوال کردن بهترین عباد الله چه کسی است از نظر خدا؟ گفت انفعهم للناس، مفیدترینشون برای خلق خدا. و میدونیم مفیدترین برای خلق خدا چه کسی است؟ کسی است که خلق خدا را با خدا آشتی بده، کسی است که همزه وصلی باشه، نقطه عطفی باشه بین بندگان خدا و الله و ربشون و خالقشون و رازقشون و معبودشون. کسی است که شناخت خلق خدا نسبت به رب العالمین بالا ببره تا بندگان خدا خدا رو دوست بدارن، بشناسنش و بعد بپرستنش با جان و دل. مفیدترین کاری که یک نفر میتونه انجام بده اینی که بندگان خدا رو فقیه و عالم بکنه، مدرسه درست بکنه، اگر خودش عالم نیست مدرسه درست بکنه، هزینه دانشجو بده، هزینه طلاب بده، دعات و دعوتگران را خودکفا بکنه بی منت، نه که پول زکات تو کف دستشون بذاره در ملأ عام بگیریم 50 تومن پول زکاته، که شخصیتش رو خرد بکنه. پیامبر گفته صلی الله علیه وسلم لینبعث من کل رجلین احدهما والاجر بینهما. اگر خودت نمیتونی مفید باشی با علم نداری برای جامعه خدمت بکنی، احسان واقعی بکنی، مال دارید بیا با مالت احسان بکن برای دینداری جامعه، علما رو تأمین بکن، طلاب رو حمایت بکن، از علم و دانش و تقوا حمایت بکن، از عفت حمایت بکن. هر کسی که اعلام کرد میخوام درس بخونم ازش حمایت بکن، درس دنیوی و درس دینی. پزشک لازم داریم، مهندس لازم داریم، اگر خدا بهت داده بیا اینطوری امت اسلامی رو تقویت بکن. این بهترین احسانه، احسانی که شیخ زایی خداوند بهش توفیق داد رحمت الله علیه در حق اهل سنت جنوب کرد، بالاترین احسان بود. منطقه رو سیراب کرد. الان اگر ما 5000 تا طلبه و طالبات داریم، 140 تا مدرس و عالم داریم،